درود بر شما. اومدم امروز براتون در مورد ژانر سولز صحبت کنم. توی دنیای ویدیو گیم یه ژانری وجود داره به اسم سولز لایک. سولز لایک ها بازی های نقش آفرینی هن که با دنیای تاریک و پر رمز و رازی که دارن دل مخاطب خودشون رو میتونن به دست بیارن. البته اگه بازیکن توی بخش گیم پلی شکست روحی و جسمی رو تجربه نکنه. بازی های سولز لایک به شدت سخته، طوری که واقعا آدم رو به چالش میکشه و واقعا بعضی ها هستن که وسط راه کار رو ول میکنن و خب این باعث میشه که همه پسند نباشه. روایت داستانی سولز مثل گیم پلی ساده نیست و مثل پازل حل کردنه و شما باید قطعات مختلف این پازل رو کنار هم بذارید تا به یه نتیجه ای از اون داستان برسید. شما توی یه دنیای دارک و فانتزی وارد بازی میشید و شروع به کشف دنیا میکنید. داستان این بازی ها رو میتونید از طریق صحبت با NPC ها، خوندن توضیحات آیتم ها مثل لباس ها، سلاح ها، دیدن بعضی از مکان ها و حتی تابلوهای روی دیوار و از این جور چیزا بفهمید. توی این ژانر تمرکز اصلی روی داستان بازی و شیوه روایت اون. البته سبک بازی، گیم پلی و طراحی بستری کاراکترها، اشیا، مکانها، همه اینا خیلی مهمه. بازیساز موظفه که به اینا اهمیت بده، چون قراره یه شاهکار هنری بسازه، نه یه بازی. این بازی به کسایی که صبر و حوصله بازی کردن رو ندارن پیشنهاد نمیشه. شما با بازی فوتبال یا یه بازی داستانی خطی طرف نیستید. شما با بازی طرفید که باید داستان رو از بازی استخراج کنید. بگردید، کل دنیایی که داره رو بگردید، مثل دنیای واقعی خودمون. باید دنبال جواب باشید. فهمیدن نفرین و تاریکی که داخل دنیای بازی وجود داره دلیل خوبیه برای سخت بودن بازی. بازی ها انقدر سخت ساخته شدن که شما تلاش کنید، یاد بگیرید، کشف کنید و بعد بجنگید، نه همون لحظه درارید تو بجنگید. اگه آدم شلی باشید مجبورید بازی رو حذف کنید. اگه بخوام راجع به گیم پلی بازی بیشتر بهتون توضیح بدم، با یه بازی باس فایتی طرفه. یعنی برای پیشرفت توی بازی باید باس فایت ها رو شکست بدید و باس فایت های بازی کم نیست. چند تا باس فایت فرعی داریم، چند تا باس فایت اصلی داریم. که باس فایت فرعی ها معمولا یا لوت میدن یا یه چیزی میدن که به درد داستان بازی بخوره. ولی باس فایت های اصلی بازی رو پیش میبرن و داستان اصلی رو جلو میبرن. بازی به صورت نقش آفرینیه، یعنی شما کاراکتر خودتون رو انتخاب میکنید و میتونید حتی بسازیدش داخل بیشتر بازی ها، مثلا الدن رینگ و دارک سولز، و با کاراکتر خودتون برید داخل بازی و شروع قوی تر کردن کاراکترتون کنید و اونو لول آپ کنید و با هر بار لول آپ کردن میتونید قوی تر شید و سراغ باس فایت های بازی برید. این بازی ها میتونن پایان های مختلفی داشته باشن و شما آزادید که بین اون پایان ها انتخاب کنید. مثلا توی بازی سکیرو شما 4 تا پایان دارید. بعداً در مورد همه این پایان ها صحبت میکنم. هم پایان بد داریم، هم پایان خوب داریم و شما میتونید بین اینا انتخاب کنید. میخواید از راه سختش پیش برید و دنیا رو به آتیش بکشید و نابود کنید، یا از راه مسالمت آمیز و آسونش پیش برید و دنیا رو نجات بدید. چند تا بازی از این ژانر رو براتون مثال میزنم. دارک سولز،
یک بازی فانتزی که توی قرون وسطا اتفاق میفته. بلادبورن، یک بازی دارک و فانتزی که توی دوره ویکتوریای بریتانیا اتفاق میفته. سکیرو، یک بازی تاریخی فانتزی که در دوره سامورایی ها توی کشور ژاپن اتفاق میفته. الدن رینگ، یک روایت خانوادگی فانتزی که دنیایی تماما فانتزی داره. توی این ویدیو شما فقط چند صحنه از بلادبورن و سکیرو دیدید و البته الدن رینگ که فکر کنم مشخص باشه براتون که 80% ویدیو الدن رینگ بود. امیدوارم عذرخواهی منو به خاطر کیفیت پایین بپذیرید و حمایتم کنید تا کیفیت ویدیو رو بالا ببرم. توی ویدیوی بعدی براتون بازی‌های سولز رو لیست میکنم تا بهتر باهاشون آشنا شید. آها راستی، لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. بدرود.